مناظره آمدن گفتن که آقای بایدن تونسته پشت سر بگذاره اعداد و ارقامی که از کارزار ترامپ میومد در جمع‌آوری کمک‌های مردمی. 2/3 پولی که اینها جمع کرده بودن اون زمان از کسایی میامد که پول‌های کوچک مثلا زیر $100 اهدا کرده بودن به حزب دموکرات و بسیار بهش میبالیدن. الان بلوکه شدن این 90 میلیون میتونه بسیار روی تصمیم آقای بایدن برماندن تأثیر بگذاره. اما اون کمیته آکسیوس گزارش منتشر کرده میگه کمیته پشت پرده‌ای هست، یک کمیته غیر رسمیه که کارش اینه که آقای بایدن رو بگذاره کنار. دموکرات‌های مخالف حضور بایدن، دموکرات‌های ضد بایدن این کمیته رو میشه نام گذاشت. 8 عضو به نظر میرسه که این کمیته داره، اونطور که آکسیوس دسته‌بندی کرده. مشاوران سابق آقای اوباما، مشاوران سابق خانم کلینتون، مشاوران فعلی آقای بایدن که مدام دارن اخبار رو درج میدن اینجا و آنجا، دموکرات‌های کنگره، دموکرات‌هایی که از ایالات چرخشی در کنگره هستند، مجریان لیبرال لیت نایت شوهای اینجا مثل استیون کولبر و جون استوارت، تحریریه نیویورک تایمز و اونهایی که اهدا کنندگان مالی هستند و در رأس اونها اهدا کنندگان مالی هالیوودی مثل جورج کلونی. اینها رو آکسیوس اومده دسته‌بندی کرده این 8 گروه رو. میگه اگرچه که در شرایط فعلی پراکنده دارن کار میکنن، به نظر نمیرسه که یک سازماندهی پشتشون باشه، اما اینجا و آنجا افرادی از این 8 دسته مشغول هستند که بتونند آقای بایدن و خانم هریس رو با هم بگذارن کنار. تمرکزشون هم بر 3 ایالت ویسکانسن، میشیگان و پنسیلوانیا است، آنچه که به عنوان دیوار آبی میشناسیم، که بتونن اون 3 تا ایالت رو ببرن. با باقی ایالت‌ها کاری ندارن، تمرکزشون روی اون هست که بتونن کسی رو بیارن که رأی اون 3 تا ایالت رو بگیره، ایالت‌هایی که در 2020 بایدن همگی اونها رو برده بود. و این کمیته به نظر میرسه هر روز داره بزرگتر میشه، تعدادش بیشتر میشه و کارش هم اینه که بتونه بایدن رو بگذاره کنار، هر چه زودتر هم بهتر. آرش، مطبوعات آمریکا از افزایش فشار رو رهبری حزب دموکرات از طرف طرفدارای برکناری خبر میدن. چه اطلاعاتی در این باره میتونی بهمون بدی؟ نشریه پلیتیکو مقاله‌ای نوشته است میگوید که در دموکرات‌ها دارن لیستی جمع میکنند از دوستان صمیمی و که در جزء رهبران ارشد دموکرات هستند. دوستان صمیمی قرار است جمع بشوند، لیستشون مشخص بشود و به زودی بروند کاخ سفید مستقیما با رئیس جمهوری آمریکا صحبت کنند و بگویند که وقت کناره‌گیری رسیده است. دقیقاً همین بحثی که در امریکا میشه عین هم بحثا در آلمان داره میشه. حقوقدانا، آمریکا شناسا اینا دارن بحث میکنن و شانس بایدن رو بسیار ضعیف میبینن و میبینن که آمریکا در واقع در عمل رئیس جمهور نداره. منم بهزاد اسماعیل زاده هستم، باهاتون دارم صحبت میکنم و ازتون میخوام، این کانال ایران اینترنشنال نیست بلکه کانال من بهزاد اسماعیل زاده است، ازتون میخوام که این کانالم هم مثل کانال‌های قبلی که حمایت کردید هم اینم حمایت بکنید، این کانال جدیدمو اینم سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو always بذارید و کانال دیگه هم هست شده و اگه اونجا سابسکرایب کردید اونجا رو میتونید قطع بکنید و اینو سابسکرایب کنید. این کانال امروز درست کردم، سپاسگزارم. جفریز رهبر اقلیت ببین چی میگه دوباره. برود به کاخ سفید و مستقیما با جو بایدن صحبت کند و این پیغام ها رو بگوید مستقیما با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته است، فقط برای اینکه بگویند رئیس جمهوری آمریکا احاطه نشده است و در واقع راه دیگری هم وجود دارد برای اینکه به رئیس جمهوری آمریکا رسید. ما چیزی به اسم رئیس جمهوری آمریکا نداریم، اسمش از رئیس جمهور. هیچ بی احترامی نیست که بگی رئیس جمهور. درست هم صحبت کرد. این یه ایهامه یا یه هندیه که برخی بی سوادا به کار میبرن، به رئیس جمهور میگویند رئیس جمهوری. این ایهام میاره. رئیس جمهور اسمش از جمهور نه جمهوری، اسمش از جمهور یعنی ملت. از کنگره. سپاسگزارم.